امروز میخوایم با هم دیگه واسه این استایل میکاپ کنیم. به نظرتون چه میکاپی بهش میاد؟ اول از همه که بعد از مرطوب کننده و پرایمرتون کرم پودر میزنیم. طبق معمول ابرومو یادم رفت، اول ابروهاتون رو درست کنید، بعد کرم پودرتون رو بلندش کنید، کانتور بزنید. من از کانتور پودری استفاده میکنم. از این براش کوچیک‌تر برای کانتور بینی استفاده کنید، اینجا خیلی بهتر میشه. بعد یه رژگونه کم میزنید. آخر میکاپ میتونید رژگونه‌تون رو شارژش کنید. خب چیکار؟ کانسیلر بزنید و بلندش کنید. پودر فیکس اول بزنید روی دستتون، بعد بزنید به صورتتون. لال میشم همیشه من صورتتون. بعد پودر فیکس رو بزنید بره. یه سایه نخودی بزنید به کل پشت پلکتون. بعد با یه سایه آجوری قهوه‌ای گوشه‌های پلکتون رو یه سایه بندازید که چشمتون کشیده‌تر به نظر بیاد. بهش قهوه‌ای و مشکی خیلی کم اضافه کنید. سعی کنید با همون سایه مشکی یا قهوه‌ایتون یه خط چشم برای خودتون بکشید و محوش کنید. یه شاین طلایی هم میزنم جلوی چشمم عزیزم. هایلایتر بزنید و برید سراغ ریمل زدن زیاد. رژگونم رو شارژش کردم و با یه خط لب قهوه‌ای میخوام به لبام بعد بدم و یه رژ کالباسی میزنم روش و تمام. میتونید واسه این میکاپ موهاتون رو بالا ببندید، دقیقاً این مدلی. من خودم عاشق این میکاپ شدم. مرسی که تا اینجا بودی. بوس بای.